سلام بیننده گرامی، امروز دوشنبه 20 ینور است و ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا نگاه میاندازیم به موضوع برنامه خبری امروز. برنامه ساعت رس و 5 به وقت شهر دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبت آن را هم می توانید آنجا ببینید. امروز در شهر دوشنبه جلسه وسیع حکومت تاجیکستان شروع شد. در مجلس وزیران و رهبران نهادها درباره فعالیت‌هایشان حسابات می‌دهند و همچنین برنامه و نقشه‌هایشان را برای سال آینده معرفی می‌کنند. با گفته افراد آگاه ممکن است همچنین در جلسه انتخابات آینده پارلمانی بررسی شود که قرار است ماه مارس صورت بگیرد. در سالهای قبلی این گونه جلسه ها از جمله با سبکدوش کردن منصبداران از وظیفه‌هایشان به همراه بود. اجلاس نوبتی قرار است تا شام امروز ادامه کند و در صورت به دست آمدن تفصیلات شما را در برنامه خبری با آن آگاه می‌سازیم. مهاجرت میتواند هم نان و هم نام بدهد و یا روزگار یک مهاجر تاجیکی توانست در روسیه تجارت خود را براه ماند و باز چندین هموطن خود را با جای کار تامین نماید. این مصاحبه رادیو آزادی نقل میکند که اکثریت برای او میگفتند که بنیاد قهوه‌خانه در منطقه دوردست و کم آدم چندان موفق نخواهد شد، ولی این مهاجر توانست آرزوی خود را عملی کند و موفق هم شود. چگونه؟ بعد 3 ساعت دیگر میتوانید تماشا کنید. شهر دوشنبه به زودی صاحب نخستین لیفت خواهد شد که برای افراد عرابچه‌دار پیش بینی شده است. لیفت مذکور در گذرگاه زیرزمینی ساخته می شود. این اقدام در حال راه اندازی گردیده است که نفران معلول از نبود شرایط برای گشت و گذار بی‌ممانع خود از جمله در راهروها پیوسته شکایت میکنند. هرچند مسئولین میگویند سالهای اخیر هنگام قبول انشاءات‌های نو شهرداری با ساختمان پیراه برای معیوبان اهمیتی خاص ظاهر میکند، ولی معلولان میگویند این پیراه‌ها در اکثر موارد با طلبات جوابگو نیستند. و اگر در برنامه خبری امروز ما را همراهی کنید گزارش خواهیم داشت که چگونه تعداد بیشتری زنان در افغانستان رانندگی میکنند. هرچند خود آنها میگویند هنگام رانندگی از سوی مردان آزار میبینند، ولی باز هم چنین عملها برایشان مانع نمیشود تا سر چنبرکی ماشین بنشینند. بیننده ارجمند، امروز همکاران ما همچنان قضیه بازداشت‌های اخیر در تاجیکستان را وابسته به عضویت به سازمان اخوان المسلمین پیگیری دارند. این بازداشت‌ها بعد سال نو در کشور آغاز شدند. منبع‌های رادیو آزادی شماره دستگیر شده ها را مختلف میگویند. به گفته آنها در میان افراد بازداشت شده چند استاد دانشگاه، دانشجویان، روحانیان تاجیک نیز هستند. اگر تا شروع برنامه جزئیات به دست ما رسید برایتان معلومات میدهیم. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و همراه کنید.